اشتراک کنندگان، از تمام استادان و از تمام یار و رفیقان و اهل خاندان و برادرانشون همدردی میکنیم. خداوند صبر جمیل و اجر عظیم عطا کند و از نام خداوندان همگی فرزندان، برادران، همه خویش نزدیکان، یار و رفیقان و استادانی که از دور و نزدیک در این جنازه مرحوم برادرمان حضور داره، همه شما را خیر مقدم میگویم و خداوند به سبب قدم ما و شما، یعنی سهو و خطاهای مرحوم استاد برادرمان و حسن و بدل بیادمد و برای هر یک انسان دو حق است، حق الله و حق الاب. از برادر ما استاد اگر سهو و خطا شده باشد، خداوند به سبب دعای ما و شما همگیش رو بخشد. انسان به سهو و خطا میشود، پنج وقت نماز میخونیم سهو و خطا هست، از برای 10 بار 20 بار سهو و خطا هست، فقط در حق همدیگر دعا بودن. این میشونه که ایمانداری هر یکی خود قلب داشته باشند. اینجا فرزندان و برادران بسیار خوب دارند، خانه خوب دارند، فرزندانشون اصلا بسیار با حضور شاهدان بیان ادا میکنند. باور داره که قدر هم نیستند و در اینجا حضرت بگو کنم حضور دارم مظلوم حضرت هم و اهل خاندانشون هم در جبال میکنند. اندامی محترم رئیس شهرمون در اینجا حضور دارد. اندامی همگی خیلی سفری مرحوم برادرمون خداوند را سفرشون بی خطر و قبرشون رو پر نور و منور بگردونید و در قبر جواب سوال منکر نکرده بر زبانشون آسان گردونید. پروردگار تینجی آرامی ثبات یارمون را مستحکم و پایدار نگه دارید و تینجی آرامی است که هر یک ماشوق از دور و نزدیک برای جنازه در این مکان مقدس دارید و تینجی آرامی است که هر یک ماشوق 5 وقت نماز میخونیم و تینجی آرامی است که هر یک ماشوق برای آبادی برای پیشروی دین و دولت سهم میگذاریم و تجارت و سایر کار میکنیم. همه وابسته به تینجی آرامی است. در خاندان هم که باشیم باید بالای انواع فرزندان بالای دسترخوان برای تینجی آرامی دعا باشیم و در حق پیشوای معظم ملت ما دعاگر هستیم. خداوند دائم تنصیحت و سلامت و سربلند باشد و تمام خوشی‌های زندگی را خداوند برایشان نصیب و بگرداند و دعا میکنیم که پروردگار مهر محبتی هم دیگر از زیاده گرداند. وقتی که مهر محبت در کدام مکان باشد در اونجا فیض برکت است. وقتی که مهر محبت باشد در اون مکان خداوند به یک نظر رحمت می‌نگرد. باز دعا میکنیم که خداوند سفر برادرمان بی خطر و قبرشون پر نور و منور بگرداند و هر یکی در اینجا قدم نهادن خداوند برایشون ثواب یعنی قراتن را نصیب گرداند و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.